اول از عبدالله شروع میکنیم. عبدالله سلام علیکم. علیکم السلام. خوب است؟ صحت خوب است؟ بله. چی گفتنی داری؟ چی پیام آوردی برای برنامه امروزی برای گلهای خراسان برای اطفال مسلمان ها؟ یک حدیث. میشه همین حدیث به خانش بگیری؟ بله. و خالق الناس بخلق حسن و مردم اخلاق نیک بکن. جزاک الله خیرا. امید است که شنوندگان عزیزم از این حدیثی که بیادر کوچک ما عبدالله تقدیم کردن درسای گرفته باشن و با اطراف خود و با مسلمانان دیگر اخلاقی خوب بکنن. شما چی میگین خراسانی سیب ده باره؟ جزاک الله خیر. واقعا که برادر گرامی ما حدیث را بیان کردن برای شنونده ها، با امیدی که شنونده ها حدیث شنیده باشن و به این حدیث عمل بکنن. فکر میکنم که برادر دیگر ما هم کدام پیام دارن. بله، بیادر بزرگتر ما احمد شاید آشنایی داشته باشین، در برنامه گذشته هم پیامش تقدیم کرده بودیم. امروز میریم سراغ بیادر میپرسیم چی تحفه برای برنامه امروزی آورده. احمد سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. احمد چی حال داری؟ صحتت خوب است؟ بله. در خراسان خسته نشدی انشالله از وضعیت خراسان؟ نه. حیات اینجا چی تو سپری میشه؟ زندگی روزمره به خوبی سپری میشه ماشاءالله. در زیر چتر شریعت اسلامی حیات حقیقی است. بله میتونه؟ بله. خب میریم تحفه تا میشنویم. تحفه تا به شنوندگان عزیز تقدیم کو. یک حدیث آوردیم. ماشاءالله در برنامه امروزی ماشاءالله بیادرها تحفه های جدیدی میارن، احادیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم تقدیم میکنن. کدام حدیث تو تحفه آوردی؟ خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و به مردم یاد بدهد. ماشاءالله بسیار عالی. امیدوار هستم که علمای امت و حافظای امت، کسایی که در تربیه اطفال مسلمانان نقش دارن و این قرآن به درستی یاد بگیرن و برای اطفال مسلمان به صورت صحیح تدریس بکنن. جزاک الله خیرا احمد. و ایاک. ماشاءالله. خراسانی سی به سراغی دیگه بیادران میریم بخلم فکر میکنم. میپرسیم از یاسر برادر که یاسر برادر چی آورده به برنامه خود. میریم سراغ یاسر. السلام علیکم یاسر. و علیکم السلام و رحمت الله. چی حال داری یاسر؟ خوب هستی؟ بله. حیات در خراسان چگونه سپری میشه زندگی روزمره؟ به خوبی سپری میشه الحمدلله. چی گفتنی داری امروز به شنوندگان؟ کدام تحفه آوردی؟ بله. چی تحفه آوردی؟ تعریف ایمان. ماشاءالله تعریف ایمان. میریم از زبان این بیادر کوچولو میشنویم حقیقت ایمان چیست و تعریف ایمان چیست، ایمان به چی چیزها گفته میشه. بگو کو. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ماشاءالله بسیار عالی. اینی تعریف ایمان بود. میشه ترجمهش هم به شنوندگان تقدیم کنی؟ بله. بگو کو. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته بملائكة الله ایمان بیاوری و کتبه بکتابهای الله و رسوله برسولان الله واليوم الآخر و بروز آخرت تؤمن بالقدر خیره و این که ایمان بیاوری به اندازه خیر شر که از جانب الله، یعنی خیر شر از جانب الله است. ماشاءالله جزاک الله خیرا. امیدوار هستیم اطفال مسلمانان عزیز از این درس بیادر ما عبرت خوبی گرفته باشن و به تعریف ایمان آشنا شده باشن. خراسانی سیب میمانای دیگه ایم داریم بخالمه؟ بله. مصعب برادر است و اسامه خراسانی است و محمد یاسر است. از اینا هم میپرسیم که به برنامه خود چی تحفه آوردن. درست است. قبل از اینکه سراغ بیادرها بریم ما یک هدیه آوردیم براشان. تقدیم شنونده ها میکنیم ان شاء الله. هدیه طوری است که در اواخر دولت اسلامی مکتبت الهمه، البته کتابخانه همت از دولت اسلامی برنامه را زیر دست گرفته برای تربیت اطفال میتونن به شکل ساده و به طریقه آسان حروف الفبای عربی را یاد بگیرن و حروف الفبای عربی از الف تا یا در قالب شعری تهیه شده و این را تقدیم میکنم.
امیر خی مشنیم روحانی صاحب درست است؟ درست است، میشنیم. بعد از او با میمانای جدید باز هم در خدمت شنوندگان می باشیم. تعلم الحروف: حرف الألف، حرف الباء باب، حرف التاء. تعلم الكتابة: اكتب حرف الشين. أحسنت. ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. زكي النفس من الأهواء. زكي النفس من الأهواء. حال میریم سراغ بیادر کوچک ما مصعب. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چی حال داری مصعب؟ خوب هستی؟ خوب هستم. ماشاءالله. خوشحال هستی در خراسان؟ بله. چرا خوشحال هستی در خراسان؟ خاطر که دولت الاسلامی است. بگو دولت الاسلام باقیه؟ دولت الاسلام باقیت و تتمدد. ماشاءالله. ما از او باقیه را خواستم و مکمل شعار دولت اسلامی را خواند. خب دولت الاسلام باقیت و تتمدد باذن الله تعالی. حال میریم سراغ پیامت. چی پیام آوردی؟ چی تحفه داری؟ دعایی که از خواب بیدار میشی. امیر میشه به اطفال دیگه هم یاد بتی اونام بعد از خیستن از خواب امی دعا را بخوانن؟ بله. بخوان که تو؟ الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. ماشاءالله. الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. ما به ترجمه این دعا در این هفته نمی پردازیم چون در برنامه گذشته ترجمه ای را گفته بودیم، نه؟ از زبان اطفال شنیده بودیم، نه خراسانی سید؟ بله، از زبان دیگه اطفال هم شنیده بودیم که ترجمه از این دعا را کرده بودن. خب تشکر، جزاک الله خیرا از پیام جالبت. دیگه کدام گفتنی نداری؟ نه. ماشاءالله. در برنامه های آینده هم امید داریم که تا با تحفه جدید باز هم با ما باشی. درست است؟ درست. جزاک الله خیرا. السلام علیکم. حال میریم سراغ بیادر کوچک دیگر خود، اسامه خراسانی. السلام علیکم. و علیکم السلام. ماشاءالله. با جواب سلامت بسیار بسیار جالب بود. خب با برنامه خودت یعنی گلهای خراسان خوش آمدی. جزاک الله خیر. ماشاءالله. جزاک الله خیرا. خب در برنامه گذشته هم با ما بودی؟ بله. حال در برنامه امروزی چی تحفه آوردی؟ سوره ناس. این کدام سوره است؟ میشه بخوانش بگیری؟ بله. ماشاءالله. بخوان که تو. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءالله. اسامه خراسانی با تلاوت عالی سوره ناس به قرائت گرفت. جزاک الله خیرا اسامه بیادر. در برنامه های آینده هم یک تحفه و یک پیام جدیدی میاری؟ منتظر پیام و تحفه جدیدت می باشیم. السلام علیکم. الله نگهدارت. خب خراسانی صاحب، ما تلاوت سوره الناس را از زبان اسامه خراسانی شنیدیم. حال میریم سراغ کدام بیادر؟ بله روحانی صاحب و یک برادر کوچک ما که هنوز پیام خود نگفتن. میریم پیام از این برادر مشنویم از محمد یاسر برادر که برای اطفال نازنین چی تحفه آوردن. میریم سراغش. میشه شما از ایشان پرسپال کنین؟ بله میریم و از ایشان میپرسیم که به برنامه خود چی تحفه آوردن. محمد یاسر برادر، از شما میپرسیم که چطور است از ولایت خراسان از نظام خلافت اظهار خوشی میکنین یا خیر؟ بله. ماشاءالله. شما در هرات زیاد خوشحال بدین یا در خراسان؟ خراسان. ماشاءالله.
خب برای برنامه امشب خود چی تحفه آوردی بر اطفال نازنین؟ یک ترانه. ماشاءالله. میشه که ترانه رو به خوانش بگیری؟ بله. ما همه گلهای خراسان، شگوفه ها ز نسل مردان، دعوت نماییم هر مسلمان به سوی نور و اصل ایمان. ماشاءالله. این ترانه را فکر میکنم که شما از رادیو شنیده و حفظ کردین و حال در برنامه به خوانش گرفتین. اما ترس؟ بله. ماشاءالله. برنامه های رادیو صدای خلافت هم میشنوی خودت؟ بله. کدام برنامه زیاد مورد علاقه خودت است؟ برنامه خود ما. ماشاءالله. برنامه خودتان. خیلی از یک سوال میکنم در مورد برنامه خودتان، درست است؟ بله. در برنامه های خودتان کدام سخن برای خودت جالب تمام شده؟ پیام احمد برادر. ماشاءالله. میشه که از پیام احمد برادر یکمش برای ما شما بیان کنین؟ بله. ای کفار و نوکران کفار، آیا شما میخواهید که رادیو صدای خلافت را از بین ببرید؟ نه، هرگز نه. ماشاءالله. انشاءالله که این پیام خودت تا به اخیر حفظ کردی. خب امی کمش ما شنیدیم، انشاءالله کفایت میکنه، چون ما در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. با شنونده ها الله حافظی میکنیم. روحانی صاحب شما هم در اخیر اگر کدام پیام برای شنونده ها داشته باشین تقدیم شنونده ها بکنین. پیام خاصی ندارم. امیدوار هستم که تمام شنوندگان مسلمان و مؤمن به تربیت اطفالشان توجه خاصی نمایند و اطفالشان به منزله و اطفال تربیت کنند که در خراسان تربیت میشن و اگر اونا توانایی هجرت به سوی دارالخلافت را دارند به زودی از دارالکفر به سوی دارالخلافت هجرت کنند و ایجا اطفال خود در زیر چتر شریعت محمدی و شریعت الهی با انگیزه دینی، با انگیزه مبارزه علیه تمام کفار تربیت کنند، اطفالشان در آینده سردمداران دین اسلام گردند. با همین امیدواری ما هم از حضور شنوندگان عزیز مرخص میشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.